دره پنجشیر در کنار طبیعت زیبا و تاریخ پرفراز و نشیب خود یکی از مهمترین منابع زمرد در افغانستان به شمار می رود. سنگ‌های قیمتی که سال‌هاست نام پنجشیر را در بازارهای جهانی مطرح کرده و توجه تاجران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. زمرد پنجشیر به دلیل رنگ سبز شفاف، کیفیت بالا و شباهت آن به برخی از معروف‌ترین زمردهای جهان، جایگاه ویژه‌ای در بازار سنگ‌های قیمتی دارد. کارشناسان می‌گویند شماری از زمردهای استخراج شده از معادن پنجشیر از نظر کیفیت با زمردهای مشهور کشورهای دیگر رقابت می‌کنند. معادن زمرد در بخش‌های مختلف این ولایت به ویژه در مناطق کوهستانی موقعیت دارند و هر سال مقدار قابل توجه سنگ قیمتی از این معادن استخراج می‌شود. استخراج زمرد علاوه بر ایجاد فرصت‌های کاری برای صدها تن از باشندگان محل، نقش مهم در رشد فعالیت‌های اقتصادی منطقه نیز داشته است. شماره از معدنکاران میگویند در سالهای اخیر روند استخراج و فروش زمرد نسبت به گذشته منظم‌تر شده و علاقه تاجران داخلی و خارجی برای خرید این سنگ قیمتی افزایش یافته است. به گفته آنان فراهم شدن زمینه بازاریابی بهتر میتواند ارزش اقتصادی زمرد پنجشیر را چند برابر کند. کارشناسان اقتصادی باور دارند که معادن زمرد میتواند به یکی از منابع مهم درآمد برای افغانستان تبدیل شود، مشروط بر آن که روند استخراج، پروسس و صادرات آن به شکل معیاری مدیریت گردد. آنان تاکید میکنند که سرمایه گذاری در بخش سنگ‌های قیمتی نه تنها درآمد ملی را افزایش میدهد، بلکه فرصت‌های شغلی بیشتری نیز برای شهروندان فراهم میکند. با وجود ظرفیت‌های فراوان، فعالان این بخش می‌گویند هنوز هم چالش‌هایی مانند کمبود امکانات فنی، نبود مراکز پیشرفته پروسس و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی وجود دارد. آنان خواهان توجه بیشتر به صنعت سنگ‌های قیمتی و حمایت از معدنکاران هستند. زمرد پنجشیر امروز تنها یک سنگ قیمتی نیست، بلکه نمادی از ظرفیت‌های طبیعی افغانستان به شمار می‌رود. ظرفیتی که در صورت مدیریت درست می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و معرفی افغانستان در بازارهای جهانی ایفا کند. یلدا سادات، سیتی نیوز، کابل، افغانستان.